بعد از یه مسیر طولانی بالاخره به کلبه کوهستانی رسیدیم که هوا خیلی سرد بود. این کلبه واسه اواخر قرن 18 و 19 فکر کنم بود و اینا، که فقط یه دیوارش ازش باقی مونده بود. بعد اومدن بازسازیش کردن و کلبه کوهستانیش کردن. کلبه‌ای که نسبت به بقیه پناهگاه کوهستانی خیلی بهتر بود. زمینش مثلا درست شده بود، بعد امکانات اولیه رو داشت. بعد هر مسافری که میاد اونجا، مثلا اگر کیسه خواب اضافه داشته باشه یا دیگه نمیخواد از کیسه خوابش استفاده کنه، یا یه غذایی یا حالا هر چیزی رو که اضافه داشته باشه یا دیگه نیاز بهش نداشته باشه، میذاره برای نفر بعدی که میاد اونجا و استفاده میکنه. و فرهنگ جالبی که خیلی من خوشم میومد، یه دفتر خاطراتی هست که همه میان خاطراتشون مینویسن که اهل کدوم کشه هستن و جریانشون چیه و بعد من وقتی اون خاطرات میخوندم و اینا، اون زمانی که تو کلبه بودم و اینا، متاسفانه هیچ ایرانی نبود تو این مسیر و اینا. بعد با افتخار من خب در مورد خاطر نوشتم و اسم کشورم هم نوشتم و اینا. بعد چیزی که خیلی دیگه جالبه، هر وقت که این کلبه من بار دوم اومده بودم اینجا، اینا مثلا تمیز میکنن بعد از خودشون، آشغالاشون با خودشون میبرن، آشغالایی که مثلا نمیتونین بسوزونیشون، مثلا مثل پلاستیک یا بطری و اینا، نمیذارن اونجا آشغالاشون بعد برن، همیشه آشغالا با خودشون میبرن. بعد یا اگه کاغذی باشه کاغذ میسوزونن. از این فرهنگشون که احترام میذارن، وقتی اونجا اصلا کسی نیست ولی خودشون که اونجا احترام میذارن به اون محیطشون و برای نفر بعدی که میاد و اینا. خب ما یه آتیشی روشن کردیم و اینا و آماده ایم که غذا درست کنیم و چیزا و خستگیمون در بره.